سلام شیفرها. سلام علیکم. این دیگه کی بی؟ این دوست من از تهران آمده. از تهران؟ تهرانی اصلا؟ اصل تا حالا با تهرانی ندیده بودم، یعنی دیده بیدم ولی بچه حسابی. خوش آمدی تهرانی. من تامنه بررم. خوشبختم. منم کیانوش هستم. کیانوش؟ کیانوش که اسم دختر بید. خب دیگه تهرانی دیگه. تهرانی از این قرتی بازی ها زیاد دارن. من برم سر مزرعه. خانومم منتظرم. اگه دیر برم ور میپکر. خیر پیش. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ تا حالا خانه یک خانه برره‌ای رفتی؟ نه. پس کارت سخت بید. چرا؟ واسه اینکه رسم و رسومات داره. حالا باید چی کار کنم من؟ خوب گوش بگیر ببین چی میگم. وارد خانه خان که شدیم 2 زانو روبروی خان میشینی. گوش چپتا میذاری روی زمین. فقط با گوش راستت میشنوی. حالیته؟ اگه ای کارو نکنی میدن چوبت بزنم. هر سوالی هم که خان ازت میکنه فقط با سر جواب میدی. حالیته؟ فهمیدم. گفتی تهرانی بید؟ مطمئن میدی بچه رو مثل چلا همونه. وقتی ملنگ بود کیفش دیدم چیزهای عجیب غریب توش بود. از تهران اومده بیدی؟ باش باشین. پاشو مثل بچه آدم باشین. این چه طرز نشستن جلوی خاندی؟ نه پسرتون گفته بود که رسم و رسومتون ساکت. الان وگان چوبت هستن. شیرت حلال پسر. خوب سر کارش گذاشته بیدی. وظیفه‌م بود بوا. فکر نمی‌کردم که تهرانی هم اینجور برن سر کار. من متوجه نمیشم یعنی چی این کارا. مزاح کردیم. ساکت بیادم. جلو خان خنده بد کردی؟ خیلی بیادبید. خب بگذاریم. شنیده بیدم تو بیابون ور چلوز بیده بیدی. بله تو بیابون بودم رفتم جایی نشستم یک باری منو نیش زد. یه نشیمنگز زدش ای هوا بوا. اگه نرسیده بودم گور به گور شده بید. شانس بهت رو در بکرده بید. نشیمنگز خیلی بد ماری بید. زهر مارش هم چی صاف وره تو شقیقه. شادولا خانوم راست بگوه. قدیما اطراف برره فیل داشتیم. ای هوا همین نشیمنگز ها نسلشونو ور بکن. البته تقصیر خود فیلا بیدا. فیلا یه اخلاق بدی و دارن نمیدونن که نشیمنشونو کجا وزارن. خب بله درسته. بله چی رو درست بگوه؟ تو چیزی نمیدونی چرا حرف دربر کنی؟ تقصیر فیلا چی بید؟ تو عمرت فیل دیدی؟ من از نزدیک دیدم. اینا تهرانیان بوا هیچی ندیده تو زندگیش. وقتی فیل ندیدی بی خودی حرف در نکن. آخه فیل بیچاره که گردن نداره وقتی بخواد بشینه چطور زیرش ببینه؟ خب بله این فرمایش شما متینه. این یه حرف مفت در نکنه تو هم بگویی بله؟ اگه تقصیر نشیمنگز بید تا چرا نسل بزاق نپاکی؟ حالا اینا الان مهم نیستش. در واقع این مهم هستش که رافع شیرفرها سب بینم بعد گفتی من حرف مفت در بکنم. خوب کاری وکردم چون حرف مفت در بکنی و گویم حرف مفت در بکنی. من حرف مفت در بکنم؟ پس بگی منو بزنی؟ الان حالیت بکنم. چند دفعه نگفتم منو بزن. این کار الان میکشن همدیگر رو. الان حل میشه. سب کنه. چی به نوچوفسکو حاضر بید الان قیاره. آه جون نوچوفسکو. من میمیرم برای نوچوفسکو. الان آشتی کردم. حل شد. خب خوبه. الان یه نوچوفسکویی با هم میخوریم حال جا بر بیاد. چی میخوریم؟ این نوچوفسکو بید غذای معروف برره بخوریم.
این خوشمزه ترین غذای برربیت. انگشتات هم میخوری. به خصوص نوچسکوهای دسرناز ما را تو برره هیچکی نتوند. اصلا همه دنیا برره رو به چیز برشناسن. یکی گیوه های برره، یکی نوچوفسکوی برره. خیلی خوشمزه. بفرما. کاری نکردم، میخواستم از این بخورم، ببخشید. بی خود کجای دنیا اینجوری نوچسکو بخورن؟ من نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. ای سرناز وزه دستتو بنداخت وسط سفره، اون وقت یاد بگرفتی. دیدین نزدیک بیچاره شی. فردا چوف افتاد تو برره که تو خانه پایین و جوفسکو رو با دست و دهن مدبونن. زبون تو گاز بگید زن نیاتون رو. اون وقت تو برره چطوری سر ملبه کردی؟ آقا من عذر میخوام، نمیدونستم، ببخشید، من عذر میخوام. خیلی خوب. سهرناز نوچوفسکو خوردن یادش بده تا دیگه ای غلط ها نکنه. چشه. خوب گوشاتو وا بکن وره تو سرت. اول یه سیب وداری، وزنی تو شکرها و خوری. بعد یه نخود وداری، بذاری کف دستت. همچی حالیت و شد؟ بله دقیقا دیگه اصلا جای نگرانی وجود نداره. بفرما دختر. همینه دیگه. گوش بگیر. نخودو بذار ایجا بین ای بند و ای بند. ها خوبی. اگه شعور داشته باشی کم کم یاد میگیری. بله. بخورین. دوتایی نمیشه؟ نه یکی ایجا. سیر بر شدی، شکمت پر بر شد. خب بله تقریبا. البته نه، من همشو زدم تو چهارم، زدم به در دیوار. چند تاشو بیشتر نتونستم بخورم. اینم خودش خیلی بید. پیش پای شما یه مهمون داشتیم از شیراز، نخود ور پرید بلقش جونش ده پره. یعنی مرد؟ وقتی بگویم جانش در برب یعنی بمرد دیگه. خب بله قاعدتا همینطور هستش. یه سوالی برای من پیش اومده، من چرا تا حالا اسم برره رو روی نقشه ندیدم؟ به خاطر حسودی، به خاطر دشمنی. ما چند بار کاغذ فرستادیم که برره را بخش کنن، اما هر بار یه بهانه در کردن. آخرش هم بخش بشیم، اون وقت بفهمیم با کی طرف بودن. خب حالا چرا مخالفت میکنن؟ واسه که میدانن برره پاش به هر جا برسه ترقی میکنن. اگه ما یه نماینده بتپانیم دل مجلس، همه چی حله. اول میشیم رئیس مجلس، بعد برره میشه پایتخت. تاریخ ثابت کرده برره هر جا بره پیشرفت میکنه. بله. خب من یه سوال برام پیش اومده، ببخشید میتونم بپرسم تاریخ برره به کی برمیگرده؟ بپرس. خب چرا ورماسیدی؟ خب بپرس دیگه. خب همین پرسیدم تاریخ برره به کی برمیگرده. اسناد تاریخی بگوه که برره 3200 سال قدمت داشته. واقعا؟ یعنی بوهای من دروغ بگوه ها؟ نه یعنی میگم چه جالب. همین اسناد تاریخی بگوه که اون موقع ها جوانی بود به نام جک که یتیم بود که با مادر پیر و بیمارش زندگی کرد. تنها ثروت اونها یک بز بود که هر روز شیرشو دوشیدن، یا خوردن یا همون شیر رو فروختن و با پولش زندگی کردن. تا اینکه یک روز جک اومد شیر بز رو دوشه و بینن که شیر بز خشک شده. جک و موهاش به فکر افتادن که یک کاری بکنن. عاقبت جک تصمیم گرفت که بز رو بره شهر و بفروشه. Hilda! Ingo!
جک بزو ورداشت و ورفت و ورفت و ورفت تا یک جایی توی جنگل چشمش به یک جادوگری افتاد که ورداشت ورد بخورد. نوها ایدا آهی با ایدا جادوگره تا چشمش به جک افتاد به جک پیشنهاد و داد که بزش را به او وده و به جاش چند تا نخود جادویی از جادوگر بگیره. این جکم که از اون جایی که ساده و چلمنگ دید قبول بگیر بزو به جادوگر بدا و به جاش نخودای جادویی ازش بگیره و ورفت. جک که تازه و فهمیده بید چه کار احمقانه و چلمنباری بکرده از ترس مواش که یه وقت او را نکشه به خانه نوارد. نخدا رو همونجا چال کرد و همونجا خوابش بود. صبح که چشاشو وا کرد و دید که به جای او بیابون برهوت و بی آب و علف وسط یک ده سرسبز و خوش آب و هوا پیده و فهمید که جادوگره بهش دروغ نگفته و خدا واقعا جادویی بیده. و حالا همه این داستان رو ودونن که برره از یک نخود جادویی به وجود نیامده. واسه همینه که اسم این ده رو وذارم برره.